همزبانان عزیزم در سرتاسر دنیا، درود گرم و صمیمانه من بر شما باد. در جواب این سوال که چرا حکام شرع و عرف از ابتدای شروع نهضت حضرت باب و در دنباله آن دیانت بهایی به مخالفت با این نهضت قیام کردند، چند کلمه‌ای به عرضتان میرسانم. با شروع نهضت حضرت باب در حقیقت دوران اسلام خاتمه پیدا می کند و حضرت باب اعلام می کنند که دیانت حقیقتی است جزئی نسبت به زمان و مکان و امکانات متغیر هست و این به مذاق علمای زمان خوش نیامد. مهمتر از اون که امام جماعت یا دوران ولایت رو نقطه پایانی بر آن گذاشتند، چون از این به بعد دیگر نماز جماعت یا امام جماعتی وجود نخواهد داشت و کسی حق فتوا دادن نخواهد داشت. پس ملاحظه کنید که در این چنین حالتی علمای زمان که صاحب فتوا و امام و پیشوای امت بودند، منصب و شغل خویش را از دست می‌دادند و به همین دلیل قسم خوردند که از پا ننشینند تا نهضت بابی رو از بین ببرند و این قسم خوردگی ادامه داشت تا پیدایش دیانت بهایی. با ظهور حضرت بهاءالله مطلب دیگری اضافه شد که مطابق با اون مطلب و مطابق با اون اصل حکام عرف نیز همدست و همیار با حکام شرع شدند و اون عبارت از این هست که برای اداره جامعه که در قدیم به صورت پیشوا یا رهبر صورت می گرفت، به موجب اصول دیانت بهایی بر مبنای انتخابات آزاد صورت می گرفت و بنابراین اگر اصول و تعالیم دیانت بهایی بر مبنای انتخاب آزاد در اختیار عامه مردم قرار می گرفت، دیگر حکومت استبداد رنگ خودش رو از دست می داد و به همین دلیل بود که حکام شرع به علت خاتمه یافتن دوران قدرت و حکام عرف به علت از دست دادن کرسی استبداد دست به دست یکدیگر دادند و از انتشار اصول و تعالیم جامعه بهایی خودداری کردند. اما زمانی که ما صحبت از انتخابات می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که انتخابات دیانت بهایی انتخابی است فوق‌العاده مهم و با اهمیت و در عین حال بدیع و بی سابقه. چرا؟ ملاحظه کنید در دیانت بهایی در شهری که 9 نفر یا بیشتر از 9 نفر بهایی وجود داشته باشد، انتخاباتی صورت می‌گیرد که همه می‌توانند رأی بدهند و همه می‌توانند انتخاب شوند. در این انتخابات به هیچ وجه من الوجود نامزد انتخاباتی وجود ندارد و در زمانی که نوشته می شود هیچ کس از رأی دیگری مطلع نیست. به عنوان مثال در شهری که من زندگی می کنم
که حدود 40 نفر بهایی وجود دارند، وظیفه من بهایی هست که در عرض 1 سال کنجکاوی کنم و ببینم چه 9 نفری از نظر ایمان، از نظر خلوص، از نظر امانت، از نظر صداقت می توانند جامعه رو هدایت کنند به مدت 1 سال. در زمان انتخابات که 21 اپریل یا اول اردیبهشت هست که روز انتخابات فرا میرسه، من نام 9 نفر رو که واجد شرایط میدانم در روی ورقه‌ای می نویسم. همسر من درست به همین شکل 9 نفر رو که او فکر می کند که واجد شرایط هستند در ورقه جداگانه می نویسد. من از رأی ایشون اطلاع ندارم و ایشون از رأی من مطلع نیستند و اصولاً در دیانت بهایی محترم شمردن آراء افراد جزو اصول انکار ناپذیر است. این آراء به صندوق رأی ریخته می شود و پس از اینکه آراء قرائت شد 9 نفر که بالاترین رأی رو دارند به عنوان محفل روحانی محل انتخاب می شوند. پس ملاحظه می کنیم که هیچ کس نمی داند که انتخاب خواهد شد و هیچ کس نمی داند زمانی که انتخاب شد چه افرادی به او رأی دادند. در نتیجه ملاحظه می کنیم که دیگه معنای گروه فشار بالکل بی معناست که طرف بداند که کی به او رأی داده و در نتیجه مراعات حال او رو بکنند. نکته دیگری که در این انتخابات اهمیت داره فرو ریختن دیوارهای تعصب هست، چون افراد نمیدونن که کی انتخاب خواهد شد. یه مرتبه ملاحظه میکنیم که استادی دانشگاه در مقابل فردی بی سواد و یا کاسبکاری در مقابل فردی معمولی یک مرتبه مجبورن بنشینن و یا به عنوان مثال در کشور امریکا یه مرتبه ملاحظه میکنید که سیاهان 2 یا 3 نفر در مقابل 5 نفر سفید پوست یا مرد یا زن در مقابل یکدیگر نشستن و با یکدیگر به مشورت مشغولن و عملاً دیوارهای تعصب جنسی، نژادی، طبقاتی از بین می رود. به همین شکل در جامعه بهایی 9 نفر از سرتاسر مملکت انتخاب می شوند و امور روحانی اون مملکت رو بر عهده می گیرند و به مدت هر 5 سال تمام محافل روحانی جمع می شوند و به همین شکل از سرتاسر دنیا 9 نفر رو انتخاب می کنند به نام بیت العدل اعظم الهی که بیت العدل اعظم در حقیقت راهنما و سرپرست جامعه بهایی در سرتاسر دنیاست. اون چی که دوستان عزیز باید به اون توجه کنند عبارت از این هست که در هر شهر یا در هر مملکتی که قرار گرفته اید بد نیست که به نوع انتخابات و به افرادی که در محفل روحانی محلی یا محفل ملی اون مملکت فعالیت می‌کنند به اسامی اونها، به زمینه نژادی، فرهنگی و جنسی اونها و طبقاتی اونها ملاحظه کنید. اون وقت خواهید دید که عملاً جامعه بهایی در سرتاسر دنیا دیوارهای تعصب جنسی، نژادی، ملی، فرهنگی، طبقاتی رو از بین برده است و امیدوارم روزی فرا رسد که دیگر از این تعصبات خبری نباشد و همگی ما در دنیای برابری و در دنیای برابر حقوقی زندگی کنیم.
با امید این چنین روزی همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. دلتون شاد، لبتون خندان باد.